به نام خدا. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و خیلی خیلی ممنونم که ما رو دارید دنبال میکنید با یه قسمت دیگر از پادکست سینما 360 با شما هستیم و قراره که دوباره یک فیلم، یک سریال یا یک برنامه سرگرمی و تفریحی رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و امیدوارم که این پادکست هایی که ما درست میکنیم بتونه در درست انتخاب کردن شما برای اینکه در اوقات فراغتتون بتونید یک فیلم یا یک سریال خوبی رو ببینید مثمر ثمر باشه. من زیاد حرف نزنم، بریم تیتراژ برنامه رو ببینیم و برگردیم. اما قبلش بازم میگم ما رو تو فضای مجازی همراهی کنید، تو شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید که این پایین دارید میبینید، زنگولش رو فعال کنید تا از قسمت‌های بعدی ما عقب نمونید و بتونید اونا رو مشاهده کنید. کانال آپارات ما رو دنبال کنید و پیج اینستاگرام سینما 360 به آدرس سینما 360 _ IR و همچنین پیج اینستاگرامی آبان استودیو فالو داشته باشید و تو اونجا تیکه های برنامه و همچنین کامل برنامه رو ببینید. بریم تیتراژ برنامه رو ببینیم و برگردیم. با ما باشید. خب تو این قسمت قراره که با هم برنامه گلیاپوچ مهران مدیری رو بررسی کنیم. برنامه گلیاپوچ مهران مدیری برنامه‌ای که در پلتفرم‌های نمایش خانگی برای مخاطبان ایرانی، حالا چه خارجی هم حالا نمیدونم پخش میشه یا نه، در حال پخشه و در بستر فضای مجازی و اینترنت میتونن کسایی که میخوان این برنامه رو ببینن میتونن این برنامه رو مشاهده کنن. برنامه گلیاپوچ، خب حالا نقطه قوتش رو بگیم، بریم سراغ نقطه ضعفش. اتفاق خوبی بود، یعنی ما شاهدیم که تو برنامه سازی هم چون سایر کشورها و کشورهای خارجی برنامه بازی‌های بومی خودمون رو تبدیل به یک برنامه می‌کنیم و این باعث میشه که یک برند بشن و یک بازی جهانی بشن. خب اگر پشتشو بگیریم و دولت‌ها که در سر کار هستن در کشورمون کمک کنن، این میتونه بازی‌ها جهانی بشه و نشر پیدا کنه، در شیر بشه در کشورهای دیگه و جهان. این اتفاق خوبی بود که سازندگان این برنامه دست روی این بازی‌ها گذاشتن، بازی ملی ما گلیاپوچ، و اینو دارن میسازن. اما نکته که وجود داره تو برنامه گلیاپوچ اینه که خب میتونستن یک ذره اینو جذاب ترش کنن، یک ذره آیتم های خوبی رو برای این بازی ترسیم کنن تا همچون کیفی که به کسانی که تو اون برنامه دارن حضور پیدا کردن و دارن بازی میکنن میده، به مخاطب تو خونه هم بده. خب من چند قسمت از این برنامه رو دیدم و واقعا اگر برای این برنامه نبود، خب خیلی میخوام سریع و شفاف صحبت کنیم تو این برنامه دیگه. ما با هیچ کی شوخی نداریم و تعارف نداریم. واقعا به زور دیدم ادامه‌شو
چون میخواستم فقط تحلیل کنم تو این برنامه مجبور بودم ببینم و واقعا چیز جذاب و اون به قول معروف قلاب رو نداشت که مخاطب رو به خودش بگیره و جذب کنه. خب این نکته که وجود داره اینه که آقای مدیری خب یک شخصیت برجسته در سینما و تلویزیون ماست. خب تولیدات خوبی هم داشت، از شب‌های برره بگیر تا مرد هزار چهره و 2000 چهره تا پاورچین و نقطه چین، قهوه تلخ و غیره. اما در سالیان اخیر یک ذره افول داشته حالا تولیدات های مدیری، مخصوصا در شبکه نمایش خانگی. ما در پلتفرم تلویزیون میبینیم که آقای مدیری خیلی موفق بود. تو خب بخش برنامه‌ای که وقتی ورود کرد و اجرا کرد دور همی بود و دور همی رو جزء برترین برنامه‌های تلویزیون بود اون زمانی که پخش میشد، یعنی جزء 5 برنامه پربیننده تلویزیون به حساب می اومد. اما از وقتی که آقای مدیری حالا با اتفاقاتی که در تلویزیون افتاد که نمیخوام ورود کنم تو این قضیه و اون تحول غلطی که شکل گرفت تو تلویزیون تو این چند سال اخیر باعث شد که هنرمندان ما کوچ کنن به سمت نمایش خانگی. آقای مدیری هم از اون دست هنرمندا بود که از تلویزیون کوچ کرد و به سراغ نمایش خانگی اومد و تو نمایش خانگی تولیدات خودشو انجام داد و به معرض نمایش گذاشت. اما توی نمایش خانگی آقای مدیری به نظر من و میشه گفت که اغلب کارشناسا موفق نبوده. ما خب برنامه همین گلیا پوچ رو داشت آقای مدیری و داره، برنامه اسکار بود، سریال های مثل هیولا یا دراکولا بود که چندان موفق نبود و نتونست مخاطبان خودشون راضی نگه داره، مخاطبانی که آقای مدیری رو از دهه 80 دارن دنبال میکنن تا الان. خب مخاطبانی که یک زمانی شب‌های برره رو از آقای مدیری دیده بودن، یک زمانی مرد هزار چهره و 2000 چهره، اینجور برنامه‌ها و اینجور آثار رو از آقای مدیری قبول نمیکنن ضعیف باشه و امیدوارم که آقای مدیری به پلتفرم تلویزیون برگرد. اما ببینید افرادی هستن که در هر دو پلتفرم خوب عمل میکنن. خب ما چند قسمت قبل به برنامه جوکر پرداختیم. احسان علیخانی هم در پلتفرم تلویزیون و هم در پلتفرم نمایش خانگی خوب عمل کرده و اخیراً هم شایعه شده و حالا خبرهایی هست که قراره که پا به عرصه سینما بگذاره و تهیه کنندگی اونجا رو انجام بده و اونجا رو باید ببینیم که آیا اونجا موفق میشه یا نه، همچون نمایش خانگی و تلویزیون. در مقابلش آقای سعید ابوطالب میبینیم در تلویزیون ناموفقه با احترام، اما در نمایش خانگی موفقه. خب اخیراً 2 تا کار داشت آقای ابوطالب، چه در تلویزیون و چه در نمایش خانگی. تو تلویزیون آقای ابوطالب برنامه در رابطه با انتخابات مجلس داشت که خب زیاد جالب نبود، اما در مقابلش در نمایش خانگی ما ریالیتی شوی، یه ذره گفتار این کلمه سخته، ریالیتی شوی چیز رو داشت، پدرخوانده رو داشت و قبل از اونم شب‌های مافیا رو. خب می‌بینیم که اون خیلی مخاطب داشت تا اون چیزی که تو تلویزیون تولید کرده بود. و آقای مدیری هم از اون دست افرادی که فقط تو پلتفرم، به نظر من تو پلتفرم تلویزیون میتونه خوب عمل کنه و در پلتفرم نمایش خانگی چندان موفق نبوده. حتی در سینما، حالا به بحث فیلم سینمایی اونم توی یه قسمت دیگه خواهیم پرداخت و به نظر من که امیدوارم که آقای مدیری دوباره برگرده به تلویزیون و اتفاقاتی که در گذشته در تلویزیون رقم خورد مجددا رقم بخوره. خب برنامه گلیا پوچ چند قسمتش پخش شده و حالا باید منتظر بمونیم که بازخوردهای مخاطبینش بیرون بیاد، ببینن که آیا از این
برنامه راضی بودن یا نه. و مهران مدیری به نظر من با تولیدات این برنامه ها یک نوع فضای جدیدی رو میخواد تجربه کنه، ولی این فضا نیازمند یک فکر و یک ایده خوبه و همینطور که بیایم مثلا یک بازی رو ضبط و برداشت کنیم و پخش کنیم، این میخوام دوباره فکت و وام بگیرم، فکت بدم به و ارتباطش بدم به برنامه پدرخوانده یا همون شب‌های مافیا و مافیا بازی مافیا. خب ما میبینیم هر قسمتش آقای ابوطالب تغییر میده، سناریو بازی رو، رول بوک بازی رو تغییر میده و شخصیت‌هایی رو اضافه میکنه و اتفاقاتی رو چیز میکنه، اون باعث میشه که جذاب بشه. ما هم با توی، حالا نمیخوام بگم که یه ذره سخته توی گلیاپوش، اما تو بازی‌های داخلی ایرانی بومی خودمون میتونیم یه تغییر تحولاتی ایجاد کنیم که برای مخاطبان جذاب باشه و امیدوارم که در ادامه گلیاپوش اتفاقات خوب و خوشی رو بیفته. نکته پایانی که تو گلیاپوش وجود داره اینه که ببینیم اگر سازندگان مد نظرشون که افراد حرفه‌ای استفاده کنن، خب این تعداد افراد حرفه‌ای یه ذره کمه. خب ما میبینیم که حرکاتی که انجام میدن و اینا، خب کار یک آدم معمولی نیستش، یا آدم عادی نیست. اون کسی که حرفه‌ای زیاد بازی میکنه یا حتی اون تردست ها هم تو این بازی تبحر دارن. خب میبینیم که تعدادشون کمه. اگر نه برای شرکت کنندگان عام و معمولی هم ساخته شده، خب شرکت کنندگان عام و معمولی نمیتونن به این حرفه‌ای کار رو انجام بدن و اگر آموزش براشون گذاشتن که این آموزش نمیتونه مثلا یه روز، 2 روز، یه هفته، حتی 1 ماه باشه که به این حرفه‌ای گری برسن و این یه ذره کار رو براشون سخت و محدود میکنه. حالا نمیدونم هنوز سازندگانش نسبت به این موضوع و این اثر هنوز واکنشی نشون ندادن و نگفتن که اصلا قصد و هدفشون تولید این برنامه از چیه و امیدوارم که اینو بازگو کنن که بیشتر بشه روش حالا تحلیل رفت، نقد کرد. و میگم آقای مدیری دوست داره که فضای جدیدی رو تجربه کنه، که اما این فضای جدید که میخواد تجربه کنه نیازمند، میگم قصد توهین و این چیزا ندارم، ولی نیازمند یه ذره کمی وقت گذاشتن، کمی تأمل و تفکر نسبت به اون موضوعی که میخوایم اجرا کنیم داشته باشن. خب به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. امیدوارم که کمک کننده شما بوده باشه این پادکست تصویری. من سخن کوتاه میکنم و بازم از شما درخواست دارم که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله پایینش رو فعال کنید تا قسمت‌های بعدی جا نمونید. کانال آپارات ما رو دنبال کنید و همچنین پیج اینستاگرام ما رو سینما 360 آندرلاین آی آر و آبان استودیو رو فالو داشته باشین، هر دو صفحه رو، تا تیکه های این برنامه رو تو اونجا بتونید مشاهده کنید. تا برنامه ها و پادکست های دیگه، خدا نگهدار.